در حالی که نگرانی ها از پیامدهای درگیری های اخیر در منطقه افزایش یافته است، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز وضعیت افغانستان را در نشست ویژه بررسی کرد. در این نشست جورجیت گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، تازه ترین ارزیابی این سازمان از اوضاع سیاسی و بشردوستانه کشور را با اعضای شورا در میان گذاشت. گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان پیامدهای انسانی نیز در پی داشته است. بر بنیاد آمار یونما، میان 26 فبروری تا 5 مارچ در نتیجه حملات هوایی میلیشیاهای پاکستانی 185 غیرنظامی شهید و زخمی شدند که بیش از نیمی از قربانیان زنان و کودکان بودند. بین 26 فبروری تا 5 مارچ در نتیجه حملات هوایی پاکستان تلفات 185 غیر نظامی ثبت شده که شامل 56 شهید و 129 زخمی است که 55% قربانیان زنان و کودکان بودند. یونما از همه طرفها خواسته است که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان اقدام کنند و به تعهدات خود بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه پابند باشند. در این نشست همچنین درباره وضعیت دشوار انسانی در افغانستان، کاهش کمک‌های جهانی و تأثیر تنش‌های اخیر بر زندگی مردم گفتگو شده. شورای امنیت قرار است در روزهای آینده درباره تمدید مأموریت یونما نیز تصمیم بگیرد. سازمان ملل متحد من حیث یک سازمان بزرگ جهانی به خاطر صلح و امنیت جهانی، همکاری و دوستی ایجاد شده که کشورها اگر به تنش میرن، به جنگ میرن، اینا باید روی از تنش ها و جنگ ها را بگیره. بعد از جنگ دوم جهانی دیگه جنگ ها وجود نداشته باشه، تعاملات وجود داشته باشه، تعاملات سیاسی. بدبختانه که ملل متحد چنین یک وظیفه و مسئولیت اساسی خود من حیث یک سازمان بزرگ جهانی ایفا نکرده. شورای امنیت بجای رسیدگی واقعی به این مسئله فوری و جدی مردم افغانستان نشست‌ها با محوریت مسائل قدیمی و بدون نتیجه برگزار می‌کند و باید بگوییم که افغانستان در این نشست‌ها حضور نداشته و واقعیت را مستقیم بیان کرده نمی‌تواند. اما سازمان ملل این حق مشروع را از افغانستان سلب کرده. پیش از این امارت اسلامی گفته بود که برای حل جنگ میان دو کشور تلاش‌های سیاسی صورت گرفته و تأکید کرده بود که امارت اسلامی طرفدار جنگ نیست، اما جانب پاکستان تلاش می‌کند منطقه را بی‌ثبات سازد.